چطوری حشمتی؟ حسین جان خوبی؟ سلام دارم به خداحافظ. جان بگو سلامتو بده. سلام میکنم به شما دوستای عزیز و بچهای گلت. سلام گل تو خونه. آره نه ولش کن اونو. نه منم به نوبه خودم. خیلی خوش اومدی به اپیزود. قربونه چاکرتم. آره قشنگی بچه‌ها خیلی خوشگل. خیلی خوش اومدی. صفا آوردی. نوکرتم داداش. نورانی کردی سالن ما. محفل. اپیزود اولمون فکر می‌کنی چند تا؟ امیر جان چیکار می‌کنی؟ داداش یه نخی بود انداختم اونجا. نخه. درست. میدونم نخه. میدونم نخه زیاد. دکور رو نریز به هم میدونی که یه مقدار. اینا رو با چسب داریم همه. قدرتمندی شما. اپیزود اولم فکر می‌کنی چند تا ویو می‌خوره؟ اپیزود 0مونه. بذار اول حسین جواب بده. جونم داداش کجایی؟ ما داریم ضبط می‌کنیم. اپیزود 0 ما به نظرم ویوی خوبی میخوره. این اپیزود که اول بگم یه اپیزود دلیه که ما گفتیم یه اپیزود 0 ضبط کنیم توی چنل بذاریم که به یادگار بمونه. به یادگار که منظور که خودمون یه معرفی کردیم در کل اینا همش قراره به یادگار. نه بیا بالا. سلام، من امیرم، میزبان شما تو پادکست بی‌تعارف. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. ما اینجا خیاریم. داداش بذار دارم معرفی میکنم. شما که خیار هستید. در کنار دوست خیارم چپم حسین چطوری؟ قربان شما. و راستم آقا مهدی جان تو چطوری؟ فدای شما. مخلصتم. عشقی. نوکرتم. سامولش. میزبانم آقا مهدی. نوکر. میگه من میزبانم آب تو لیوان نریخته. آب که تو برای تو آب تو لیوان نریخته. آب من خورده. اوه درسته. خب خیلی بعد شروع بدی بود. آب اتفاقا قشنگ بود. من آب ریختم. آب خب بگو که یعنی یه جور میگی الان فکر کنم ایمان وقتی 180 کیلو وزنشه بایدم آب حسین. چه ربطی داره؟ خیلی ربط داره. آدمای چاق بیشتر آب میخورن. آب تو که نکن آمیتی تو این نکن. آب گفتم میخورن. تاش منظورت اینه که پرخورن؟ نه واسه کم خورن. به هر حال چی از اونجا دست نگاه می‌کنی؟ یه ماشینی رد شد. من آب ریخته بودم تو اینا رو خوردی تموم شد. درست. ما خوردیم. بابا ته لیوان تو یه قلوب آب بود اونو من خوردم. لجن همه‌شو تو خوردی. باشه. بی ادب. حسین جان آقا کنترل کنید. بی ادبی کرد. بذار من یه هدیه بدم به امیر آقا اول کار. یه توهینی کرد. تقدیم شما. اصلا این کجا بود؟ اینو من گوشه بودم اینجا جاساز خود. یه گلدون بسیار زیبا تقدیم شما میکنم. بسیار زیباست. خدا وکیلی خیلی خدا وکیلی 100 تومن میدم این از جلو من بردار. نه صدی نیست. چیه داستان این؟ یعنی هر کی الان بیادبی کنه داستان این گل اینه که هر کی بیادبی کنه این گل زیبا با این شکل و شمایل قشنگ گوشو جلو تو رو نخوام جان. قراره چیکار کنیم؟ بی‌تعارف باشیم. قرار نیست چیزی. یعنی خودمون باشیم منظورت؟ نه میخوای کی باشی؟ نه آخه یه جوری گفتی قرار نیست چیزی رو نمایش بدیم انگار اومدیم اینجا تئاتر مثلا باشیم. خود مثلا که در حقیقتی در نیاد دیگه با قیافت از قیافه همدیگه رو جاج نکنید خیلی بده. نه آقا مهدی من نمیبخشم. مهدی با من نمیبخشم. بابا تو رو باید یه عده ببخشم. چی میگی بابا؟ اوه چی گفت مهدی؟ این بود من یه چیزی. بله. چه خبر؟ هفته‌تون چطور بود؟ مهدی تو جز این که میخوابی تو خونه کار دیگه هم میکنی؟ البته خونه خودتون هم که جدیدن نیستی. بگونم کجایی؟ من غذا میخورم تو خونه. نه غیر از اینا. سگم غذا میخوره. مسواک میزنم. چی داره میگه؟ بابا گفتم سگم غذا میخوره. چی گفتم مگه؟ تو بذار جای دیگه‌اش. نه خوبه. ای بابا هی میخورم به
یواش یواش عصبی میکنید نمیذارید. آروم باش گلم. یواش 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 داستان داره. اینو خاطره رو بعدن الان نه میخوای الان بگم؟ نه الان نه بهتی بگو. آره دانشگاه میرم. خب جاتون خالی. این هفته هم که تعطیل بود. جامون خالی. آره دیگه. خب چون شما رفتید سر کار ولی من خونه خوابیدم. آره واقعا خیلی کیف داد. خیلی کیف داد. بسوزم اونجا. چرا تعطیل بودی؟ آلودگی هوایی. میگن که آلودگی هوا. خب درسته خوب میگن آقا. بذار من به این نکته مهمی نمیخوام اشاره کنی. بذار زمین اله بردیو. الان آقا بذار توی اپیزود بهش میپردازی. میخوام بگم الان بابا این یه کاری میکنه بردارم ببرم. نه کسی جایی نمیبرم. اونقدر هستم ببرم. چند روزیه که کشور رو تعطیل کردن. حالا میگن که به دلیل کمبود گاز و برق و اینجور چیزاست. خب آقا اینجا بی‌طرف اجازه بدید. ولی شما نظرت چیه؟ فکر می‌کنی دلیلش چیه؟ نظرمو که بذار نگم. ولی یه کاسه زیر کاسه است. خب نه بگو. میخوام تحلیل تو بدونم از این اتفاق. تحلیلمو بذار نگم. آقا بگو. یه خورده زیادی سیاسیه. خب بگو. نه نمیخوام بگم. کاملا مشکوکه. امروز تاریخ کیه؟ امروز تاریخ چیه؟ اجازه بده. 9403 17 دسامبر. نه دسامبر 2024. آره. خب 27 آذر 403. چند روز دیگه کریسمس 2 هفته دیگه. خب نمیدونم. چه ربطی داره به کریسمس؟ رلت بونخوینی. من داشتم تاریخو میگفتم. آها درسته. یعنی 2 هفته مونده به کریسمس که ما داریم. کریسمس بگی؟ آره. هپی میرسی. نمیخوام بگذاری ساکت شو خاموش شو تو از اینجا لطفا میکروفون بدی از برق بکش. بگذاریم شما آره روشنه. هپی برثدی تو یو. گفت هپی برثدی تو یو. میشه دانشگاه میری؟ آره. کدوم دانشگاه میری؟ بذار نگم. دانشگاه خیلی معروفه. پایین حجم از اطلاعات بگو. چون تو پرده رو که برداشتی و هپی مرسی تو پرده رو زدی دیگه چیزی نمونده. زبانم که دانشگاه زبانم که فول شهید پرور تهران شرق. قیام دشت تهران شرق. تهران شرقه واقعا. حتما بهتون پیشنهاد میکنم بیایید برای ادامه تحصیل تهران. متی میشه بگی از دانشگاهتون یه ذره؟ خیلی دانشگاه بزرگیه. جادار شدیداً جادار. خوبه. اشتباه نکنم 5000 متره. نه 50000 متر مربع. اوه خیلی بزرگ. مکانیه برای خودش. مکانی که چه عرض کنم. مکانی برای گردش و دوستی و همزیستی با مهمانان عزیزان گرامی. امیدوارم. آره آفرین. آره. بعد اینکه همیشه 2 تا از ساختموناش خالیه واسه چرا؟ جایی که میخوام برن درس بخونن، جای ساکت. چرا این حجم از زمین رو اشغال کردن؟ یه زمین رسیده و توشو دانشگاه یعنی کردن. انقدر بیدر و پیکره؟ خیلی بیدر و پیکره. عجیبه. تهران شرق هم هست. عجیبه تبلیغ منفی راجع به دانشگاه میکنی. حالا بماند. نه من اتفاقا تشویق میکنم بیان بچه‌ها. هر کی دنبال درس خوندنه بیاد فقط. چون فقط جای درس خوندن. حسین جان تو چه خبر؟ ما سلامتی هفته سردی بود بچه‌ها قبول دارید؟ تو چند نفری میگی ما؟ چند نفرید میگید ما؟ نه تو یه نفری غیره تو کی هست میگی ما رو داشت میگفت چرا عصبانی میشی عزیز؟ نه اون سکانس فیلم قورباغه رو ندیدی؟ خوشمزه. هفته سردی بود قبول دارید؟ نه. از همینجا یه سلام گرم دیگه میکنم بچهای اردبیل. یه سلام گرم به جای سرد. تو یه سلام گرم به جای سرد. نه واقعا جدی من یه کلیپ دیدم واقعا خیلی مثلا عجیب غریب بود، انگار سیبری بود. تا وقتی که طرف ترکی حرف زد با لهجه حرف زد واقعا یا شاسین آذربایجان. آره گوسفنده یخ زده بود. یه فیلم دیگه سگه یخ زده بود. حالا میتی دیده شما؟ موشم دیدم من. آره کلا هفته فوق العاده سردیه. میفرستم برات. میرم با هم اردبیل دورم یخ. بابا یه لحظه خاموش شو.
هفته سردی بود. بس فهمیدن هفته سردی بود. نمیذاری ادامه‌شو بگم. نمیذاری ادامه‌شو بگم. بگو حسین جان بفرمایید. تو نمیگم دیگه هر چی دوست داری. هفته نه دیگه اصلا فایده نداره. رشته کلامو بگو حداقل ما اینجا چیکار می‌کنیم تمام شد. آقا ما اینجا می‌خوایم راجع به مسائل مختلف جوانای ایرانی صحبت کنیم. جوانایی که همسن و سال خودمونن 80 90 100 نه ببخشید 70 80 90. بله. دغدغه هاشون خیلی بی‌طرف، خیلی بی‌طرف. شاید ندیدم من تو یوتیوب فارسی که اشتباه یوتیوب کلا تو یوتیوبی که فارسی زبان صحبت میکنن ندیدم همچین چیزی از داخل کشور. چرا هستن میرن آدمای مشهور رو میارن، آدمای موفق رو میارن، راجع به مسیر موفقیت صحبت میکنن. تک و توک پادکستایی هست که دلی باشه دیگه واسه هستش ولی کم. درست. مثلا یه پادکستی که من دوست دارم، حالا اس بیاریم بده؟ نه بگو. پادکست خودکست، اسمش خودکسته. بچهای ایمان و کارون و اون دوتا رفیقش دیگه یادم نیست اسمشونو، تو کانادا هن. راجع به مسائل مختلف. اونام خیلی همچین دلیه همه چی، ولی یه مقدار از فضای ایران دورن. بله. یعنی این که داخل ایران باشه بخوای راجع به این چیزا صحبت کنی به نظرم نیستش. من که ندیدم. به این فکر افتادیم که بیایم چون داریم لمس میکنیم همه چیزو راجبش صحبت کنیم. شما هم به اشتراک بدید. نمیخوایم سیاسی صحبت کنیم یا نمیخوایم اجتماعی صحبت کنیم، میخوایم راجع به دغدغه‌های خودمون حرف بزنیم. آره، به طنز و به شوخی و به جدی و همه چی داریم. بی‌طرفه دیگه. من اشاره هم کنم مهمونم قراره داشته باشم مثلا. راجع به مهمون نمیخواد صحبت کنی. ما خودمون الان اینجا به زور جا شدیم. مهمون کجا اومد بشینه؟ جاش میکنی. یعنی چی جاش میکنی؟ داداش اونی که جاش میکنی یه چی دیگه. آقا از موضوع چیز خارج نشه. برگردم به ریل. برگرد. میگه برگرد. واسه من جمله رو خیلی دوست دارم میگم. آقا دست نزن ببر. سردمه. این چیه؟ چی شو؟ ای عشقم. آرش بی تو سردمه. آرش بی تو سردمه. یعنی چی؟ بابا آهنگ آرش دیگه. بابا آرش دیگه. نمیدونه چه آرش. نمیدونم کدوم. اسمش آرش دیگه. او خواننده قدیمی میگه آرش بی تو سردمه. آره. What the fuck؟ میگه که آرش بی تو سردمه. دقیقاً یادش اومد چیو میگم. هوا سرده گفتم اینو بگم. آها زنه میگه آرش بی تو سردمه. آره. فکر کردم خود آرش داره میگه آرش بی تو سردمه. گفتم چه خود باخته. خود باخته که حسین جان نمیشه گفت ولی حالت سرویس حسین. آقا این اله برقه جلو من بردارید. نه بیادبی هستش. بیادبی کردی هستش تا شانس میگه بیادبی کرد. یاد اون بنده خدا میافتم که میگه بیادبی نمیکنم. خیلی بده اینکه با این جملات یاد یه سری میما و کلیپای اینستاگرامی میافتیم. آره کسگم تو ذهنمون هک شده. دقت کردی؟ بله. من واقعا حسودی میکنم به اون کسایی که از دنیای میم و دنیای اینستاگرام فاصله دارن. نه اتفاقا یعنی من آدمشو دارم. تو اینستاگرام زیاد میشرخه ولی فاصله داره. محتوایی که میبینی یه چیز دیگه است. محتوای آموزشی محتوای. حالا کوتاه راجع به یه چیز صحبت کنیم. درست اپیزود 0 خیلی کوتاه. محتوای اینستاگرام ایرانی و محتوای اینستاگرام فارسی چرا انقدر بده؟ یعنی چی بده؟ خیلی بده. همه چی زرده، همه چی تکراریه، همه چی لمینت انگار. دندونو همه لمینته. تو بعداشو میبینی. میتی نگاه یه چیزی بهت بگم. بذار صحبتشو کنه بعد بیا حرفم بزن. اینو می‌خواستی بگی؟ بعد بذارم تو بیای حرفتو بزنی. نه میگم بذار حرفشو بزنه. حرفتو بزن بذار حرفمو بزنم. آها باشه. نه یا وسط حرفم با همین ببین. بذاریم جلوش. نه بزنم جلو دستم باشه. بگو چی داشتم میگفتم؟ گفتی که آره فضای اینستاگرام زرده. بذار من تکمیل کنم. فضای زردیه. محتوای خوبم توش پیدا میشه. مثلا بسیار زیاد. حالا اس بیاریم دیگه. قرار شد اس بیاریم دیگه. من میتونم مثلا بگم. اهورا نیازی رو فالو داری شما؟ خیلی. تو چی؟ من دارم. میشناسی تو اصلا؟ نه. تو چی متی؟ میشناسم. حسین اهورا نیازی فالو کن.
محتوای خوب. چی درباره چی؟ راجع به تکنولوژی. گوشیه تکنولوژی. خب گوشی شما میبینید من بگم، من حدود شاید بگم 7-8 تا پیج خیلی خوب راجع به چیزای خوب تو کار برقم، راجع به برق و نه PLC و خیلی مباحث دیگه دارم. بذار من یه چیزی بگم. خب بذار بگه دیگه. میدونید چرا اینجوری شده؟ حالا به قول تو اکسپلور ما ایرانی‌ها، چون که الگوریتم داره ما رو یه جوری میبره جلو و ما روی سری کلیپ‌های شاید کلیک میکنیم که به چشمون مضحکه میاد و میخندیم و مدام، و وقتی طرف میبینه که ویوی این کلیپ بالا، اونم طبیعتا میره یه همچین چیزی ضبط میکنه، یه همچین چیز مالیش دیگه. آره یه همچین چیز مزخرفی ضبط میکنه که فقط ویو بگیره. یه چیزی هم بگم، دلیل این که اغلب مردم این چیزا رو نگاه میکنن به نظر من اشتباه فاحشی نیست. واقعا توی این اوضاع مردم شاید دنبال اینن که واقعا دلغک بازی ببینن بخندن. واقعا میگم. تو چی نظرت؟ به نظر من همین که حسین گفت، ولی یه خورده بخوایم عمیق ترجیم توش، فقط برای ما ایرانی‌ها نیست. متی تو باید جدی صحبت کنی، من نمی‌دونم چرا خندم بگیره. نه خب راجع به اکسپلور ایرانی‌ها حرف زد. جدی من تا حالا ندیدی، همیشه اون رو خوش آمدشون دادم، از من جدی من بهش. آره فقط برای ایرانی‌ها نیست، چی داره؟ برای همه آدمای دنیا همین. یعنی جوری شده که انقدر شرایط زندگی‌ها سخت شده، خیلی‌ها دنبال اینن که یه لحظه بخندن، حالا به هر چیز مزخرفی. بله. دور بشن از اون مشکلات زندگیشون. یعنی هر کاری، هر جا، هر چیزی ایرادی داره، باگی داره، تهش ریشش برمیگرده به فقر. میخنده یا فقر چیش خنده داره؟ خیلی بدتر از اینه. زیر خط فقر. میخوام بگم مشکلات اقتصادی. خب فقر مالیه. نه فقر خیلی دیگه بدتر از مشکلات مالی میشه. دقیقاً همون. خیلی کلمه مناسبه. فقر مالی. نه فقر. الان آقا من یه سوال بپرسم. فرق چیه؟ فرق وسط. میذاریم الان اینو خط فقر در نظر بگیریم، تو کجاشی؟ تو جوان ایرانی کجاشی؟ نشون بده. نمیدونم اینجاشم. خیلی زیاد. من اینجاشم. تو دیده نمیشی اصلا. حسین جان تو چی؟ تو کجاشی؟ کجای خطو بگیر. خطو ببینم. بابا اون چی سرشه دیگه. چرا میبندی خط هستش تا خط فقر؟ حسین تو کجاشی؟ اون پای ماینه. اشاره کن. پای ماینه داریم قلب اینجا. نه من فقر، ببین فقر. نه بگو فقر تا یه فرقی بده. ما خدا رو شکر حالا مشکلات مالی داریم هممون، ولی خب اونجوری ما خدا رو شکر مشکلات مالی، این که خدا رو شکر. نه ادامه‌شو میگم، ما مشکلات مالی داریم، ولی فقر کلمه ای که یعنی تو تهی از هر چیزی. فقر یعنی گرسنگی به نظر. فقر یعنی که تو پول نداشته باشی، حتی شکم خودت رو سیر کنی. بیسکویتی خوردیم قبل اپیزود. شما ساعت 11:30 شام نخوردی، الان سیری؟ من بیسکویت خوردم ساعت 9. واسه میشه یه بیسکویت بگی؟ بیسکویت نه حسین به بیسکویت یه چی دیگه میگه. الان بگو دیگه، اونو بگو. چی میگه؟ آقا بگو راجع به این بحث کنیم، ببینیم این درسته یا اون درسته. آقا اپیزود ان شاء الله اپیزودهای بعدی بچه‌ها خیلی خوشحال شام نخوردیم. خب بذار خداحافظی کنم دیگه. خداحافظ. امیدوارم که خوشتون بیاد. خدا نگهدار، به امید دیدار. جون خیلی خدا نگهدار، به امید دیدار.